دادگاه حربی گرنیزون دوشنبه محمد امین خولوف مدیر شرکت مشرف را که با اگنتی تأمینات اموال مخصوص برای تأمین قسم‌های نظامی با مواد خوراکواری به مبلغ قریب 2.5 میلیون سومانی قرارداد بسته همگی به مبلغ کمی بیشتر از نیم میلیون سومانی محصولات تأمین کرده است محکوم کرد. منبع این خبر مرکز مطبوعات دادستانی کل تاجیکستان نگفته است که رئیس شرکت را چه حکمی دادند، ولی دادگاه حربی بنا به این منبع محمد امین خولوف را بر اساس قسم 4 ماده 245 کودکس جنایتی تاجیکستان به از خودکنی یا اسراف مبلغ‌های دولتی به مقدار بزرگ گناهکار شناخته است. داستانی کل میگوید دیرکتور مشرف شهروند خولوف محمد امین یوسف علیویچ در اساس شرطنامه تندری از 28 آگوست سال 2020 عهدهدار بود که به اگنتی تأمینات اموال مخصوص نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به مبلغ 2,488,135 سومانی محصولات خوراک تأمین نماید. طبق طلبات قرارداد اگنتی مذکور به صورت حساب جمعیت ذکر شده مبلغ 1,094,065 سومانی ارزش قرارداد را پیش پرداخت کرده است، اما برخلاف طلبات قرارداد خولوف 556,278 سومانی به انبار اگنتی تأمینات اموال مخصوص محصولات خوراکواری وارد نموده 537,787 سومانی را از آن خود کرده به منفعت‌های شخصی استفاده نموده است. در این اساس سرپرکرار حربی جمهوری تاجیکستان سنه 9 مارس سال 2021 نسبت خولوف با ماده 245 قسم 4 بند ب از خودکنی به مقدار مخصوصاً کلان کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز نموده است. در رفت تفتیش ضرری رسانیده شده به مبلغ 333,000 سومانی برقرار کرده شده پرونده جنایتی سپس به سود ارسال کرده شده است.